یا نکته دیگر دوستای عزیز، از ابن رجب حنبلی آمده است که اگر شب طاق به شب جمعه موافقت کند، امید بسیار است که همین شب شب قدر باشد. این شب طاق است، شب 25 است و این چنین شب جمعه است. دوستان حرکت کنیم، تلاش کنیم که عبادت بسیار کنیم، ذکر بسیار کنیم، دعای بسیار کنیم، از خدای تعالی مسئلت کنیم که دنیا و آخرت ما را نگرداند و برادران ما را این چنین و هر یک شخصی که مشکلی دارد، یک شخصی که مصیبت دارد، خداوند برای او سبوکی بیارد و غیر هر چی نیتی که دارید از خداوند در این شب مسئلت کنید، زیرا که این شب بزرگ است، هم شب جمعه هست، هم شب طاق و شب 25 است، هم دهه آخر است. یعنی چند فضیلت جمع شده است و قبول دعا انشاءالله خیلی نزدیک است. و از خداوند معذرت میکنم که ما رو از جمله آنهایی گرداند که شب قدر را دریافتند و کامیاب شدند و خداوند حاجت‌های آنها را برآورده گرداند. السلام علیکم و رحمت الله.